سلام دوستان، یک ولاگ دیگه با من و یاسنیتان که اینجا من آرایش کردم. بسیار آرایش ساده و همون تو جمپر اینا پوشیدم. بسیار هوا سرد بود، هم باران بود و هم شمال بود، یعنی قدر سرد بود که ازم رفتن بخی پشیمان شدیم. و شوهرم قسم کرتی پوشیده بود، کلاه نداشت، اینا رفتیم برش یک تا کلاه گرفتیم و بعد از او کلاه را زیاد خوشش نامد. خب بالاخره گزاره میکرد دیگه. باز هم تو رفتیم، گفتیم بریم در اسکودر بودیم و همونجا گفتیم چی کوفته بخوریم. شوهرم یک جای بسیار خوب دیگه بود و اینجا دکانش هست که آمدیم چی کوفته. من اونقدر چی کوفته را خوش ندارم، ولی این چی کوفته را که خوردم یعنی اصلا چی کوفته که در بیرون میفروشن اونا اصلا نیستن و در اینجا بسیار چی کوفتهش فرق میکرد. و من از این که من سفارش داده بودم بسیار خوبش بود و او که شوهرم سفارش داده بود در بینش تخمم داشت. من اصلا نخوردم از یک لقمه زیاد و ایش زیاد خوشمزه بود و اگر کسایی که چی کوفته دوست دارن حتما میتونن برن. و بعد از رفتیم طرف بشیکتاش که در این کشتی داخل شدیم بخاطر هوا بسیار سرد بود، در بینیم شدن نمیشد و هم برگر فروشی سابق هم آمده بودیم و شوهرم علاقمند است با وجود خانه ما در کجاست و این برگر فروشی در کجاست، از کجا تا کجا میاییم فقط به خاطر برگر خوردن از این. و اینجا دکانش هست، من همیشه منشن میکنم شنا تاف برگر که اینجا از یه دانه سفارش دادم که شوهرم گفت که من برگر داد سیر نکنم از برگر نمیشه، چون من چی گفتم خورده بودم یک تاش برم زیاد بود. و اینجا هم آمدیم کاتان یگان چیز دیدم، یک دو جور لباس گرفتم برای خود و شوهرم یک تا کلاه دیگه گرفت، از کلاه دیگه خوشش نامد. و بعد از رفتیم گراتیس که من یک دانه بورس فاندیشن کار داشتم گرفتم و یک لاینر و یک دانه از مارک میبلین کلوشنش گرفتم. و امروز قدر سرد ما شد یخ مازاد که دیگه هیچ وقت قسم هوا بیرون نمیریم و این بود بلاک امروزی. حتما مرا فالو داشته باشین. خدا نگهدارتان.